قاچاقچیان برای ورود پارچه به کشور اسناد و مدارک جعلی صادر کرده و از بنادر جنوبی وارد تهران می‌کردند. بالاخره بعد از 1 ماه کار اطلاعاتی ماموران موفق شدند 10 نفر از اعضای باند را با 20,000 تاق پارچه دستگیر کنند. باز هم از توجهتان سرمایه تشکر می‌کنم. بلش کنید! بلش کنید! بلش کنید! بلش کنید! نجارت نمیکنید دوستان نهر قول افتاده سر بچه مردم. من بچه نیستم. بلش کن بابا! اگه بچه بود که خفه خون میگیره. ببین حسن، ببین باعث شد همه جنسامو بریزم تو دریا. خوب کردم. غلط کردی. غلط کردی. کارتون غیر قانونی بود. باید میریختید. آخه اگه میدونستم توی زپرتی اینجایی که این کارو نمیکردم. آقا جون قاچاق کرده منه. میفهمی؟ بریم رو جمع کنید بینم. اگه یه دفعه دیگه برای من تیر اندازی کنی من میدونم با تو. برو بینیم بابا. همه مال مردم میریختی تو آب. میخواستن قاچاق نکنن. ولی بد کاری هم نکردی یا یه سیگاری گیر ما اومد. برو بینیم ما با آتم فیک سیگارتی. این دیگه کیه؟ مگه نگفتن اینجا ناامن شده؟ کی گفت؟ خیلی خوب. برو به سر وضعت برس. برو نظافت. میگم قاچاقچی و دخترم با خودشو داشتن؟ نه. حجت هوای 2 سرباز داشته باش. اینا اینجا غریبه هست. میدونی که جایی رو خوب بلد نیستن. ما هم که میدونی نیرو کم داره. ای که بی تو خودمو دیگه تنها میبینم، یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمره. چه ساعت حرامزاده.
Oh, regarde, quel endroit calme il a trouvé pour vivre. Essaye de faire différents plans de sa maison. نفت داری؟ نداری؟ تو که نفت نداری واسه چی فیلم میگیری؟ برو نگیر برو. شما قرار بود از منطقه آزاد ما فیلم بگیرید. از اینها فیلم میگیرید؟ Il dit qu'on était censé réaliser un film sur la zone franche. Alors pourquoi on réalise un film sur cette personne? Oui, bien sûr. Mais nous réalisons des films documentaires et tous les sujets nous intéressent. ما مستند سازیم. ممکنه هر چیزی نظر ما جلب کنه. حالا ممکن نیستش که اینجور سوژه ها نظر شما رو جلب نکنه. چابهار خیلی چیزای مهمتر از این آدم‌ها رو داره. ما اینجا خیلی کارهای مهم انجام دادیم. نفت داری؟ نه بابا نفتم کجا؟ اینجا که تمیز نشده بشورش. یه بار شستم اونا کثیفش کردن. اگه دوباره بشورم 2 تا بطری میشه. اون نفت مال من بود. شبا مجبورم با کفش خوابم. اگه با کفش نخوابم موشا میان انگشت پا هم میخورم. جالبه؟
من به داغن مرالیم من عاشقم به داغلارا من عاشقم دیونه شدی؟ این مسکه وضعیت چیه؟ بیا با هم کشتی برو بینیم بابا بیا برو بینیم یاره حجت تو کجایی؟ همین دور و برم. تازگیایی برای دختر مختار نیاوردن؟ برو از سربازت سوال کن. بابا یکی باید مواظب او بشه. تو بگو ببینم آوردن یا نه؟ چرا؟ کو؟ کجایه؟ اونجاست. حجت یادت بشه هر حرفی رو نباید بوی خارجی ها بزنی. از لحاظ امنیتی اشکال داره. ولی سربازه ما گفت با این خارجی ها خیلی اختلاط داشتی ها. اگه کسی دور و برا دختر آورد به ما اطلاع بدی ها. زبون چغلی هم که داری؟ آها که اینطوریه. حالا نگاه کن. آها آقا موسیو بیا اینجا. حالا خوب تماشا کن. من همیشه پیاده سفر میکنم. 3 بار از شمال تا جنوب ایران پیاده اومدم. تو جغرافی بلدی؟ البته که بلدم. من دیپلم دارم. یه نقشه جغرافی بیارین تا براتون بخونم. دیگه براتون بگم روزها پیاده می آمدم و شبها رو بلندی می خوابیدم. میخواستم برم تا آخرش، تا اونجایی که خاک هست. ولی اینجا تو این منطقه که اسمش منطقه آزاده موندگار شده. البته این دریا هم جلو من گرفت، نذاشت برم. اگه دریا نبود رفته بودم. حواست باشه اینا خارجی هنا. مگه ندیدی سرکار از تو باید چی گفت؟ نگیر آقا نگیر موسیو سرتون بینه به سرکون اون کنه بعد وقتی بیچاره را. برای این مسئولیت داره. بیان از من بگیرین. بگیر چیکارش کنم؟ بندازش تو دریا. کیف کردی؟ نه
ها چیه؟ بازم با ما حرف بزن. از چی؟ از خودت. هر چی میخوای بگو. چی شد؟ چطور شد وقتی که رسیدی اینجا؟ وقتی که رسیدم اینجا داشتم از گشنگی میمردم. خب همینو بگو. گفتن نداره. داره، تو نمیدونی. خب جایی که مردم باشن من اونجا نمیرم. خیلی وقت مردم منو تنها گذاشتن، منم اونا رو تنها گذاشتم. فقط مردمی رو میخوام که منو میخوان. خیلی داشتون به من میگن دیوونم، ولی نمیدونن که خودشون دیوونن. واسه همینه رفتم تا مردمی رو پیدا کنم که اگه منو دیوونه میدونن لااقل آزار کمتری به من برسونن. جنگل که زدم بیرون رسیدم به دریا. دریا با خودش همه چیز میاره. سیب، آب معدنی، سیگار. جاتون خالی. یه شب تا صبح با خودم خوش گذروندم. بعدها یاد گرفتم شکار کنم. شکار ماهی، شکار خرچنگ، با تور، با نیزه، حتی با دست. میخواستم هیچ کی دور و برم نباشه. انقدر دور شدم تا رسیدم به کوههای مریخی. سه روز تو کوههای مریخی گم شدم. خیلی وحشتناکه که بدون آب و غذا میون سنگ‌ها گم بشی و حتی ندونی آیا راهی هست یا نه. دیگه داشتم از تشنگی میموندم. آها! من کمک میخوام!
هرچی تلاش کردم به آب نرسیدم. این بود داستان زندگی ما. چطور بود؟ Il demande comment c'était. Vraiment bien. عالی بود. میدونستم. آخه همش دروغ بود. چی؟ برو میبینم. آها حالا بایستا. خوبه. بچرخ. آره. بچرخ. خوب میچرخی. خوبه. حالا از این ور بچرخ. این زمینی که ما خریدیم سمت هتل لیپا که برداشتم 2 روز پیش با موتور بردمه. میخوام بفروشم برم مشهد بتونم. نظرت چی؟ اصلا فکر فروش نکن. من خودم تهران که بودم یه زمین اومدم خریدم اینجا گوشم کنار. پول رو پول میاد. جدی میگی؟ آره. کیه؟ چی میخوای؟ با آقا حجت کار دارم. حجت بخی ببین سرکار خانم چیکار داره. بخیز. چی کار داری؟ آقا حجت شمایی؟ بله خانم بفرمایید. خیلی خوش اومدید. شمایی؟ نه خیر ایشون هستن. البته بنده در خدمت شما. کاری داشتی؟ اومدم دیدنت. خیلی خوش اومدید. منور کردید. گفتن که تو این منطقه رو خیلی خوب میشناسی. بله مثل کف دست. دوستم میگفت میتونی بهم کمک کنی. حتما. میتونی؟ البته. با ایشون هستم آقا. چه کمکی؟ بعدم بهت میگم. سرکار خانم توجه دارین اینجا از لحاظ امنیتی خیلی خطرناکه؟ منظورتون آقا حجته؟ نه خانم حجتم مورد تاییده. دوستم همینو میگفت.
بگیر چی کارش کنم اینو؟ بندازش تو دریا. کس کردی؟ هی دوستم میگفت تحصیلات بالایی داری. که چی؟ همینجوری. حجت تا حالا عاشق شدی؟ آره. راست میگی؟ آره. عاشق کی؟ عاشق خدا. نه عزیزم، بیا پایین با هم بریم. کجا؟ ای بابا، منظورم از اون عشق هست حجت. نه. راست میگی حجت؟ قابلی نداره خانم. من به خاطر شما این کار کردم. من پول نمیگیرم. میدونم حجت، اما زندگی تو هم خرج داره. بگیر تو، بگیر دیگه. تو هم زحمت کشیدی. دوباره میام پیشه. باش. مواظب خودت باش. باشه. ای که بی تو خودمو دیگه تنها میبینم، ای که بی تو خودمو دیگه رسوا میبینم. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر منو آتیش میزنه. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر منو آتیش میزنه.
تو برام خورشید بودی توی سرمای روزام، تو برام مهتاب بودی توی شب‌های سیاه. ای که بی تو خودمو دیگه تنها میبینم، ای که بی تو خودمو دیگه رسوا میبینم. یاد تو هر جا که هستم با منه، داره عمر من آتیش میزنه، داره عمر من آتیش میزنه. حجت کجایی حجت؟ کدوم گوری هستی؟ ای بابا حجت کجایی؟ خبر مرگت اگه نمردیده بیا بیرون دیگه. باز پیدا شد. حجت بیا بودو. بگیر چیکارش کنم؟ بندازش تو دریا. بگیر. کیف کردی؟ خیلی. چرا مثل من شدی؟ عشقم کشیده عین تو باشم، دیوونه دیوونه. مگه تو عاقلم بودی؟ نه گفتم نه دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه رفتارتو تغییر ندی مطمئن باش دیگه بر نمیگردم. چی کارم داری؟ ولم کن. خداحافظ. خوشت میاد؟ حجت جان پیر بشی چیکار میکنی؟ پیر بشم خب
پیر شدم دیگه. دلت بگیره چیکار میکنی؟ مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، که به کام دل آن بشد و این آمد. رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. دیدی که خوب آمد. منطقه آزاد باشه. مگه تو منطقه آزاد شما هم ول آزاد برو دیگه. بابا میزنم دکو دهنتو میکنم. مگه چیکار میکنی؟ برید بینم. بریم پی کارتون بابا. حتما این همه جای گردش هست، حتما باید تو محدوده این بدبخت خلاف بکنید. خجالت بکش مردی که خلاف یعنی چی؟ بریم پی کارتون. بیا بریم بابا، اینا دیوونه. تو نمیشه اینقدر نیاز منکر نکنی. یا برین دیگه. برید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی احسن. آفرین به این ایمان. آفرین. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. شما اینجا راحتی؟ والا جا راحت. یعنی هیچ کم و کسری نداری؟ نه آجا. این که شمایید حاجی آقا. خدمتگزار شما. خیلی ممنون. خدمت شما آجا. متشکرم. یعنی دیگه شما از مسئولین هیچ درخواستی ندارید؟ من 300 تا بلوک سیمان نمیخوام. میخوام برای خودم یه خونه بسازم. چند تا؟ 300 تا. بسیار خوب.
شما تشریف داشته باشید تا من با اجاقه هماهنگی کنم. برید به این آدرس. انشالله که کارتون رو راه میندازه. میگه 300 تا میخواد. حاج آقا میدونم من خودم هم مشکل دارم. 200 تا نمیشه؟ 200 تا؟ از کجا بیارم؟ نداریم اینقدر. باشه تحویل منه. آره 100 تا بیشتر بهش نمیدم. بسه دیگه پر شد. چند تا این؟ 50 تا. بسه بیا بریم آقا. کوپ است. من هیچ کاری به کارتون ندارم. حوصله هم ندارم که فردا پس فردا بابات بیاد زر کنه که بچه منو بدبخت کرد. ولی من جورش کردم حجت. اگه تو کمکم نکنی، اگه تو با من نباشی، پدرم نمیذاره بخرمش. من امشبشو پیش تو میمونم تا بابام پیدام نکنه. اگه بابام بفهمه نمیذاره. برو پی کارت بابا. حجت چیه؟ من خوابم نمیبره. نکنه بابام بیاد پولمو برداره. نه بابا نترس. بگه بخواب بابات اینجا چی کار داره؟ چخه پیش بگی بخواب بچه اعصاب ما رو خراب کردی. اینجا نگهبان داره. عجب گیری افتادیم امشب. این کیه دیگه؟ پاشا برو گم شو. کثافت احمق بیشور. مردشون رو ریخته تو کثافت. من به تو گفتم بیا اینجا بخواب. نگفتم بیا زر کن من از خواب بنداز. گور پدر تو و اون موتور و اون جد آباده. بذار بمونم حجت. با خدا دیگه حرف نمیزنم. برو گم شو دوباره اینجا پیدا نشه. برو گم شو. اگه تو را یکی پولامو زد چی حجت؟ یه بار دیگه اینجا پیدا بشه چوب تو آستینت میکنم. بذار بمونم حجت. با خدا دیگه حرف نمیزنم. برو گم شو. کثافت احمق بیشور.
خفه کن بچه اون موتورو. عجب گیری افتادی. فقط کشتی. دیوونه شدی؟ این مسخره وضعیتی. بیا کشتی بگیر. بیا 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 بیا. من که کشتی بلد نیستم حجت. ما با هر کسی کشتی نمیگیرم. ما اگه با تو کشتی بگیرم که دیگه نیرویی برم نمامانه که ناموس مردم حفظ کنم. با اینکه ورزش از فریضه های واجبه و برای سلامتی بدن هم مفید است و پیغمبر گرامی هم صلوات الله و آله و سلم فرمودن الریاضت و فرزن، ولی حجت جان با این لباس ها که نمیشه، جایز نیست. از طرفی نسبت و اندازه های این هیکل کجا و این هیکل از وقتی که از خونه زدم بیرون دیگه هیچ وقت خونه رو ندیدم. خبردار شدم که مردم، دیگه هیچ وقتم سر قبرشون نرفتم. این کار اشکال شرعی دارد. نباید برای این عزیزان از دست رفته گور خیالی تراشید. گناه کبیره است. مفهومه؟ پس سنگ گبرش کو. بدون سنگ گبر که قشنگ نمیشه. مگه مهمه که قبر خوشگل باشه یا زشت؟ مهم یادگاریه که آدم از عزیزانش نگه میداره. اصلا نمیخوام از قبر عکس بگیرم، نمیخوام مقدسش کنم. تا 2 روز دیگه این 2 تا قبر خالی میشه امامزاده. تو این زنها و دخترها رو خوب نمیشناسی، ولی ما خوب میشناسم شاه. میدونی تا ببینن اینجا 2 تا قبره میگن دخیل میبنده. حالا بیا و درستش کن. تو که ترکشون کردی، تو که اصلا نمیدونی اونا کجا افتادن و مردن، چجوری میتونی با این 2 تا قبره الکی روی اونا رو شاد کنی؟ موقع قبر و مرده توی مملکت داریم که تو خدا ول کنید این جایی ندار. بذارید منطقه آزاد بمونه. خسته شدیم این بازی ها. ول کنید این ندارو. Oui, mais en Iran, le culte des morts a des origines superstitieuses. شوهرم میگه مورد پرستی در ایران ریشه خرافی داره. نباید انقدر مهمش کنید.
در باز کن در باز کن در باز کن باز کن. چیکار میکنی؟ بهش گفتم بره پی کارش ولی اون گوش نکرد. میگفت تو رو میشناسه. کیه؟ چیکار داری؟ تو کی هستی؟ اینجا چیکار میکنی؟ دنبالتن؟ لدش کن بره حجت. سرکار استوار ببینه کارش تمومه ها. اسمت چیه؟ حجت برات دردسر میشه ها. ردش کن بره. اگه چیزیش بشه 1000 تا صاحب پیدا میکنه. تازه اگه تو رو با هم ببینن چی؟ هی نشستی اونجا زرزر میکنی که چی؟ مگه من بچه هم که نصیحتم میکنی؟ گم شو برو نگهبانی چه بده. میبینی؟ یه الف بچه شده وکیل وصی ما. اسمت چیه؟ شمشوک. فرار کردی؟ اون فانوسه بده من. واسه چی فرار کردی؟
به آقا حجت چه بارونی بیخانت کرد. پس اینجا چیه؟ خونه نیست؟ اگه پر روی کنی از دستت میگیرم. نمیتونی اینجا بمونی. آخه برام مسئولیت داره. اگه سرکار استوار ببینه چی؟ چی شده؟ حجت باید ببریمش تو گلبه. چی میگی؟ بابا که ایورا دختر مشکوکی ندیدی؟ نه سرکار استوار خطرناکه؟ چی؟ همون دختره دیگه. نگاه ما حجت مبارم درمانگاه خب؟ بعدش تو همینجور که نگهبانی میدی مواظب خانه‌ش هم باش. اگه یک وقت زن یا دختر مشکوکی دیدی با ما اطلاع بده خب؟
به خاطر حجت این کارو کردم. دلم نمیخواد اون تعطل بیفته. برو بگیر بخواب. من تا صبح بیدارم. اصلا نگران نباش. شمشک بود خوب میخوند. روشن کن. کجایی؟ کجایی؟ میخوای مثل من بشی؟ آواره کجا؟ هیچ جا خونت نمیشه. اونا اینجا رو پیدا میکنه.